بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، این گونه روایت هایی که در حق مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گویا با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین معامله میکردند که سخنها را بلند یا داد میگفتند، یا که عباره هایی را که شایسته ایشان نیست استفاده می بردند، به مانند این که می گفتند تو حق را بگوی، ای رسول الله تو حق را بگوی، اگر یک سخن را در حق من بگویی هم به پدر من حق را بگوی. یا در روایت دیگر گویا که آمده است که ای رسول الله عدل کن، ای رسول الله تو که دعوا داری که رسول هستی، یا تو فکر میکنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، یا آیا تو فکر میکنی که رسول الله هستی. همچنین عباره ها که البته با این نمود روایت ها بعضی از اهل بگویم بدعت مردم را به فتنه و به شبهه و به شک دچار میکنند. اولا حدیثی که در اون آمده است که گویا مادرمان عایشه رضی الله عنها به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند که آیا تو رسول الله هستی یا تو فکر میکنی که رسول الله هستی. همچنین عباره بارک الله فیکم البته این منکر است، خیلی که در سیر الاعلام النبلاء الذهبی ذکر کردند و رجال این سند را امام بخاری هم ذکر میکنند و تمام محدثین ذکر میکنند که این حدیث منکر است. این واقعه گویا در سفر شده است، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر بودند با همراهی زنشون عایشه رضی الله عنها و مادرمان صفیه، در همون جا همین واقعه رخ میدهد. گویا عایشه رضی الله عنها به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که تو فکر میکنی که تو رسول هستی. و همچنین البته این منکر است، همچنین سخنی را مادرمان عایشه رضی الله عنها هیچگاه به رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتند. و این روایت را تمام علما منکر ذکر کردند، یعنی ضعیف و دین منکر است، اصلا این چیز نباید گفته شود. سبحان الله. و دومین روایتی که گویا حضرت عایشه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ میکنند، بینشون یعنی نوفهمی میشود و بعد از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که آیا میخواهی که من در بینمون عمر را قاضی بمانم که بین ما مشکل را حل بکند. مادرمان عایشه رضی الله عنها میگن که نه، اون غلیظ است. و میگن که آیا میخواهی که ابو بکر را بگذارم که پدرت است؟ بله میگد راضی هستم. فقط میگد، یعنی عایشه رضی الله عنها گفته است، فقط به عایشه میگن که گویا مادرمون به رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط حق را بگوی، به پدر سخن کنیم حق را بگوی. البته این روایت هم روایتی چیست؟ منکر است، گرچنده که در سنن ذکر شده است، در سنن نسائی و در بعضی از مصنفات ذکر شده است. یعنی ذکر شدن این حدیث در سنن یا مصنفات دلالت به صحیح بودن این حدیث نمیکنه، ضعیف است. علما حدیث های ضعیف مشهور رو هم ذکر میکردن تا که مردم فهمد که این ضعیف است، و خود نسائی ذکر کردن که این ضعیف است. و تمام علمای محدثین این منکر میگن، این یک منکر است، این یک شوز است. سبحان الله. اما روایت سوم که یک روز ابوبکر صدیق به خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل میشوند که در زمان داخل شدن میشنوند که عایشه به رسول الله یعنی کمی سخن رو بلندتر میگن، بگویم داد میگند، در حالت غضب. یگان دشنام نیست، یگان سؤال نیست، از این سخنهای بد هیچ چیزی نیست، فقط داد گفتند. کمی صداشون بلند شد که ابوبکر صدیق بقینی کمری دخترشون عایشه را کمی لطمه کردند، لطمها یعنی تفتند. بله این حدیث رو زیاده از محدثین، بگم قسمی از محدثین، نه زیاده، قسمی از محدثین صحیح گفتند، اما این حدیث ضعیف است. این حدیث رو منکر نگویم، هم این حدیث ضعیف است. در سندش
علما ذکر میکنند چگونه که اومده است در سیر اعلام النبلاء، سند این هم ضعیف است. یعنی از این روایت ها همه ضعیف است. دو روایت اول که گویا مادرمون عایشه گفتند حق رو بگوی رو که تو فکر میکنی که تو هم فکر میکنی که رسول هستی، این منکر است. این اصلا سبحان الله روایت کردنش بین یک گمراهی و پهن کردن این حدیث ها، این یک اعوذ بالله جهل و جهالت و دور بودن از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و دور بودن از شناخت مادرمان عایشه رضی الله عنها است. اما حدیث سومی که در اونجا ابوبکر صدیق فقط آواز بلند عایشه را میشنوند نسبت رسول الله و میتوبند، در این حدیث بعضی از علما، قسمی از علما بله گفتند یعنی صحیح شمردن، حسن گفتند. اما محدثین واقعی، بگم واقعی معنای واقعی گفتنمون یعنی دیگر علما رو پسدن نیست، بلکه محدثینی که تمام علما اعتبار دارند، با مانند علی ابن المدنی، یحیی ابن معین، این حدیث ضعیف میکنند. این حدیث هم ضعیف است و از عصر حاضر هم علمای محدثین زیاد این حدیث ضعیف میکنند و این حدیث ضعیف است. تمام این حدیث ها ضعیف است. اما آداب دادن حضرت ابوبکر صدیق دخترشون رو، البته که بله یگون عیبی نیست. در بعض حالت بله در خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین مشکلی میشد. مشکلی که در اونجا هم عمر دخترشون حفصه رو رضی الله عنهما و هم ابوبکر دخترشون عایشه را رضی الله عنهما تعلیم دادند و بگیم تربیه کردند و نصیحت کردند و کمی یعنی ترسونیدند نسبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی احترام رو شاید گفتند، یادرسی کردند. این حادثه در مسئله این بود که زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بین همدیگر مسابقه میکردند برای به دست آوردن عشق رسول الله بگیم یا به دست آوردن مهربانی رسول الله. زنهای رسول الله چه خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب زاد المعاد ذکر میکنند به دو قسم تقسیم شده بودند. به گروه مادرمون عایشه رضی الله عنها و ام سلمه رضی الله عنها و سوده حقشون رو به عایشه داده بودند. عموم در این حالت 9 زن داشتند که یکی اش فقط همچون زن بود و رسول الله با اون خوب خیز نمی کردند که این سوده بود و با 9 زنی دیگر، با 8 زنی باقی مانده یعنی علاقه جنسی می کردند. با عایشه 2 مرتبه، عایشه هم حق خودشون و هم حق سوده. در اینجا زنهای رسول الله گویا که 2 قسم شده بودند، 2 گروه، 2 کمپانی که هر دو این کمپانی ها یا گروه ها می خواستند که رسول الله یعنی با اونها نزدیکتر باشند و خوبتر باشند و زیادتر صحبت کنند و نشینند و همچنین به خاطر همین حرکت میکردند. زنهای رسول الله فهمیدند که رسول الله عسل را دوست دارند، از همین جهت عسل را همه کدام وقتی که رسول الله به نزد یکی از زنهاشون داخل شد عسل میگذاشتند و رسول الله وقتی که این حادثه را فهمیدند از همه اونها چی کردند؟ گویا خفه شدند، قهری شدند و به مسجد رفتند و اونها را هجر کردند. و حتی روایت های هست که بعضی زنشون رو 1 طلاق دادند و روایت هست که زنشون حفصه دختری عمر رضی الله عنهم رو 1 طلاق دادند. چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب زاد المعاد ذکر کرد، بله زنشون 1 طلاق دادند به خاطر تربیت. و در همین حالت هم عمر ابن الخطاب از این حادثه با خبر شدند و هم ابوبکر صدیق با خبر شدند که زنهای رسول الله گویا که رسول الله را اذیت دادند به معنی اینکه یعنی عسل رو پیشنهاد کردند. حتی آیت نازل شد که رسول الله عسل رو به خودشون حرام کردند. در این مسئله آیت نازل شد لما تحرم ما احل الله لك، ای رسول الله چرا به خودت حرام میکنی اون چیزی که الله حلال کرده است؟ یعنی الله به رسول الله خبر داد که به خودت حرام نکن چیزی که الله حلال کرده است. یعنی رسول الله اصلا عسل خوری رو بس کردند به خاطر همین که زنها مسابقه کردند. در همین وقت عمر آمدند و از رسول الله پرسیدند که آیا طلاقش رو دادی و حفصه رو سرزنش کردند و این چنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه به نزد صدیقه مادرمان عایشه رضی الله عنها داخل شدند و یعنی تربیه کردند، گویا که ادب دادند و گفتند که این چنین مسابقه نشد و غیره و غیره و کمری عایشه رضی الله عنها را تفتند. تفتن کمر بله در این حدث درست است و صحیح است، معناش در صحیحان هم آمده است. اما در غیر این صورت و این سخن‌هایی که
برادر میگن که این چنین سوالو دادند و غیره، این همه سخن باطل است. این سخن رو حاجی مرزا میگد یا که دیگر حاجی یا که ایشون میگد اصل ندارد و این سخن همه اش از حدیث های منکرات گرفته شده است که پیشتر سخن خوب مانندی سخن حق را بگوی، آیا تو فکر میکنی که رسول هستی و غیره. و این سخن هایی هست که دروازه فتنه را باز میکند و همین سخن ها را رافضه ها امروز استفاده میبرد. بله، کسی که از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر ندارد این چنین سخن ها را سبحان الله یعنی پهن میکند یا که گوش میکند یا که باور میکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.